What have you done for this day? What have you done? What have you done for this day? What have you done for this day? چی آماده کردی برای آن روز؟ روزی که جسد بیجانی تو در جایگاهی از خاک خواب میکند، از خاک افلاس، در قبر خنک، سیاه و تاریک، در تنهایی زیر زمین، 2 متر پایان، در سطح آن نزدیکان تو جمع می آیند، در حقت دعا می کنند، آنها با تو خیر و خوش می کنند، به خاطرت گریه می کنند و بعد پراکنده می شوند. در این حال تو آهسته قدم زنان رفتن آنها را می شنوی و آنگاه تو درک می کنی که تو تنها در قبر هستی. تو غرق آرامی می شوی و ناگه می بینی که 2 فرشته نزدت می آیند. آنها می پرسند پروردگارت کیست؟ پیامبر تو کیست؟ دینت چیست؟ و تو چی پاسخ می دهی؟ Angels ask some questions, are you prepared for what you say? What have you done for this day? What have you done for this day? در روز قیامت باشد، فرشته بر سر می دمد. آدمان از قبرهایشان بیرون کرده می شوند. در یک زمینی هموار زیر نورهای گرم آفتاب، آن روز سایه بجز سایه عرش الله نمی شود. آن روز مردم در حالت ترس قرار می گیرند و سر تا پا عرق می کنند، در وهم می افتند، آرزو می کنند که تا الله آنها را رحم کند. از دهشت آن روز حتی کودکان پیر می گردند. روزی که مادر فرزند خود را ترک می کند و پدر باشد از پسر خودش می گریزد، همه با وحشت می گریزند. مردم گویا که مست هستند ولی آنها مست نیستند. ولكن عذاب الله شدید. بلکه عذاب الله سخت است. روزی که ترازوها نصب کرده شوند و عمل هر یک شخص برکشیده شود، به انسانها نامه اعمالشان داده شود که در آن گناههای خرد و کلان نوشته شده است. همه عملها، عمل نیک و بدی که حتی به اندازه یک ذره هم باشد. آن روز همه اسرارها فاش می شوند، همه پوشیده ها آشکار می شوند، دهانهای مردم بسته می شوند، عضوهای آنها به سخن می آید. آنها شاهدی می دهند درباره آنی که صاحبانشان با آنها چیکار کردند. روز قیامت فرشتگان آتش را می آرند و همه آن را می بیند. کافران باشند به زانو می غلطند، آنها وحشت زده می شوند، به لرزه می آیند، التجا می کنند ای کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را دروغ نمی شماریدیم و از مؤمنان می بودیم. در آن روز بهشت به نیکوکاران و مخلصان نزدیک شود. آنها نه ترس دارند و نه اندوهگین می شوند. برای آنهاست حیات ابدی در خوشحالی و خوشبختی. آیا تو آنگونه زندگی داری که وارد بهشت شوی و یا تو آنگونه زندگی داری که وارد آتش شوی؟ آن روز پل صراط از بالای آتش می گذرد. آن از موی سر هم باریک و از شمشیر هم تیز است. آیا تو آنگونه زندگی داری که تو را تقدیر کسانی که از پل می افتند برسد یا تقدیر آنهایی که نجات یافتند؟ یوم یعض الظالم علی یدیه، روزی که ستمگار دستانش را از حسرت میگزد و میگوید ای وای بر من، کاش راهی را که رسول پیش گرفته بود پیروی میکردم، کاش فلانی را به دوستی نمیگرفتم، او بود که مرا از ذکر باز داشت، از قرآن باز داشت، بعد آنی که آن تا من آمده رسیده بود. چی آماده کردی برای آن روز؟ برای روز حساب، روز پشیمانی، روز رستاخیز، روز جزا. اگر این سخنان من به گوشت رسید، پس خواهش میکنم یک بار ایست و خوب فکر کن، بیست و توبه کن، برای عوض شدن سخت نیت بکن و آید این سوال گشته و برگشته فکر کن تا نفسهای آخرین. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟